با سلام، با آموزش سربرگ PM در نرم افزار پرگار در خدمتتون هستم. همونطور که میدونید PM ها همون فعالیت های پیشگیرانه ای هستند که به عنوان یک سری اقداماتی برای جلوگیری از بروز مشکلات در این سامانه تعریف میشن. این PM ها کمک میکنن که یک سری ریسک ها قبل از وقوع حوادث کاهش پیدا کنن و تمرکزشون بر پیشگیری هستش. اهداف اصلی PM ها کاهش خسارت‌های جانی و مالی و افزایش ایمنی هستش. همینطور صرفه‌جویی در زمان و هزینه یکی از اهداف اصلی فعالیت‌های پیشگیرانه هستش. برای ثبت PM ها در سامانه پرگار میتونید از سربرگ PM ها و ایجاد PM اقدام به ثبت بکنید. دسته‌بندی و کد خرابی مربوط به PM تون رو انتخاب میکنید. یک زمان تخمینی رو برای PM تون در نظر میگیرید. عنوانش رو برای مثال هم بررسی عملکرد سنسورها در نظر میگیرم و اولویتش رو متوسط قرار میدم. یک تیمی رو برای این PM اختصاص میدید و از قسمت برنامه ریزی دوره تناوب مخصوص این PM تون رو انتخاب میکنید. میتونید بعد از اتمام هر PM انتخاب بکنید و یا به طور منظم انتخاب بکنید. زمان که به طور منظم انتخاب میکنید یک واحد زمانی هم براش انتخاب میکنید که این PM هر هفته، هر ماه، هر سال و یا هر روز ایجاد بشه. و زمانی که بعد از اتمام رو انتخاب بکنید میتونید تعدادش رو به صورت تکرار قرار بدید. برای مثال تکرار در هر هفته، ماه و یا سال مجددا. از این قسمت هم میتونید شناوریش رو تنظیم بکنید و پیمتون رو ایجاد کنید. توی مرحله بعدی شما میتونید یک زمان اجرایی برای پیمتون در نظر بگیرید و دارایی قطعات، وظایف، محل استقرار و یا ابزارهای مخصوص این PM رو براش اختصاص بدید. همونطور که میبینید توی این قسمت پیمتون ایجاد شده.